الان همتون میخواستید توی ماینکرافت اسکوید گیم بازی کنید اما مپ خوبی سراغ نداشتید، پس بیاید پیش من. شما اینجا اسپام میشید. همچین جایی دقیقاً همون اتاقیه که بازیکنان میخوابیدن و اینا تختاشونه که اگه شما از این نردبون بیاید بالا با همچین نمایی روبرو میشید. اگه شما توی این اتاق بیاید یه عالمه دکمه اینجا میبینید که هر کدومشون یه کار خاصی انجام میدن، اما مهمتریناشون این دوتا که اگه ما اینو بزنیم وارد بازی پل شیشه میشیم. و ببینید اینا واقعا واقعی، یعنی اگه الان من مثلا بخوام روی این پل سمت گاز بپرم ببینید درسته یا نه که افتادیم و بمردیم. یکی دکمه ما رو وارد بازی چراغ قرمز و چراغ سبز میکنه و اینم حالت اسپکتور این مپ. اینجا همون اتاق خوابه، اینجا چراغ قرمز چراغ سبز، اینم کامنداشه و اینجا هم پل شیشه‌ایه. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینم مادش.